آقا اینجا خیلی عالیه، یعنی این دقیقاً همون چیزیه که ما دوست داریم. این سوتو که همین الان برامون آوردن، این سرشیرشون خیلی خفنه، عسلشون خدایی خوبه. این پنیره که حالا نخوردیم هنوز، فکر کنم همین ترکیبیا باشه، ولی این خیلی عالی بود. این که اصلا دیگه به قول چیز گچکتن هاریکا، این یعنی خیلی عالیه دیگه. این توشون من اینو بیشتر دوست داشتم، این طعم پنیر تبریز داره و یه ذری حالا سبزیجات و اینا داخلش داره، خیلی خوشمزه‌اش کرده. به زیتون ارادت خاصی دارن. این یه حلواییه، حالا بغل شیره و اینا میریزن بهش، میگن اسمشو ما نمیدونیم ولی آره اسمشو نمیدونیم ولی به ما گفتن این شفاه، خیلی خوبه. خلاص اینو گرفتیم و اینم که میارن. این ماست اینو نگم برد. این یه ذره بازم اسمشو من نمیدونم چیه، ولی میتونم بهت بگم این عصاره سرشیره. یعنی سرشیر چقدر سنگینه، این الان اینقدرش یه طعم خفنی میده به چیز. من دوستش داشتم و تا الان نمیخورم، اصلا خیلی دوست داره میخوره. بعد دیگه چایی هم که و شیر رو تا هر وقت اینجا هستی برات میاره. آره متاسفانه داریم سیر میشیم. البته یه دونه املت چیزم برامون آورده بودن، املت با گوشت هم برامون آورده بودن، ولی خب متاسفانه داریم سیر میشیم.